رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک می گفت الکذب یسود الوجه و النمیم عذاب القبر. دروغ گفتن رو را سیاه می کند، ولی خبرکشی اکثر عذاب قبر از خبرکش هاست. کسی در حیات دروغگو است، خانه قبر و روز قیامت چهره او را سیاه می کند. ولی کسی در دنیا خبرکش و خبربر است، اینها را پیامبر گو اکثر عذاب قبر از حساب این است. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک میگو لا یدخل الجنت النمام، فی روایت قطات، داخل جنت نمی شود یا بوی جنت به مشامش نمی رسد آن کسی که در حیات خبرکش است، آن کسی که در حیات خبربر است. امروز بنده های خدا این رفتار رذیله را دارند. بسیاری بچه ها در معرکه که میشینیم شوخی میکنن گوشتی چیه؟ میگه گوشتی بز. این نخرش میگه برای بز بسیار چیده میگه. ببینین حتی در نظر مردم حتی همین عمل زشت است، حالا که این زشتی نه خدا و پیغمبر خبر داده است که این زشت است. این کار را برای خود هیچ وقت شما اختیار نکنید. حضرت ابی هریره میگوید بار پیامبر گرامی میگوید مر بقبرین و هما یعذبان و ما یعذبان فی کبیر بلا انه کبیر. ابو هریره میگوید بار همراه پیامبر به پیش قبرستان میگذشتیم، به ناگاه نگاه کردیم که چهره پیامبر تغییر یافتند، یعنی رنگ و روش دگرگون شدند. یک خوف وجود پیامبر فرا گرفت و ایستادن نزد دو قبر و گفتند و هما یعذبان، این دو قبر خدا عذاب داده ایستاده است، و ما یعذبان فی کبیر. اینها گمان میکردن این صاحب دو قبر که این کرداری که ما در حیات داریم نه آنقدر کرداری هست که خدا ما را با سبب این عذاب تیاد. میگه گمانشان همین بود. ولی بعضی ها یگان گناه هم که کنن گویی برادر عزیزم این کارت غلطه، ای میگه خیلی چیکار کردیم واقعی او که کاری کرده. میگه این صاحب دو قبرم در دنیا گمانشان همین بود، نخواه به همین قدر اندک کاری که از ما سر زنه خدا امیرت از ما نبخشد و آخی خدا را لق بخش میگن، نخواه که خدا ما را عذاب کرد. یعنی اینها در وسواس شیطان گرفتار بودن. بعدا پیامبر گفت اما احدهما الیمشی بالنمیمه، یکی از این خبرهایی که من به شما اشاره دارم کسی است که در دنیا خبرکش بود. النمیمه خبرکش بودند، خبربر بودند، به سبب خبربری و خبریاری خودشان شیرین میکردند. ولی امروز خداوند در قبر عذابشان میتید. همون کسانی که از اینا استفاده میبردند کنی آمده اینا را یاردم کند، کنی اینا را خلاص کند. و اما الاخر فلا یستتر من بولی، و این دویومی که خدا عذابش داده ایستاده است آن کسی است که در حیات خودش از پیشاب نگاه نمی داشت. هرگاه پیشاب میکرد خودش قاق نمیکرد، خشک نمیکرد، هم تا در گویم بروکش داخل میکرد و آبش در همو بروکش چکیدن یا در پاش چکیده رفتن میگرفت. پیامبر گفت که این دویومش از همین حساب گفت در عذاب خدا هست. یا بعضی روایت ها میگد وقتی که وای کجای میخواست که پیشاب کند خودش سطر نمیکرد، آزاد در بین مردم بروکش پایان میکرد، گویم ترک سطر میکرد، مردم را نظارت میکرد. این از جمله همون هاست گفتن. یا نبی سلام